این ظرف من بود که رنگی شد. در حقیقت ظرفیت من بود که رنگی شد. حالا یه ذره میخوام صحبت کنیم که تو زندگی واقعی چیا داره ظرفای ما رو رنگی میکنه. یه تمرین، همین الان یه کاغذ بردارین و دیتایی که توی روز بهتون میرسه رو بنویسین. فعلا میخوایم بنویسیم، دسته‌بندی هم نکنیم. خب بریم سراغ این که این تمرینه یه ذره اینجوریه که برای من خیلی تو زندگی شخصیم کار کرد و انگار که یه بخشی از اضطراب من رو همین تمرینای این شکلی اصلا کم کرد. ما توی تصمیم گیریامون داستان ما خیلی توی دوره این رو گفتیم و بعضیاش هم یه گاردی روش وجود داشت. یه ذره اینجوری که یه سری دیتا هستن که تو فضای اینن که روی زندگی ما اثر میذارن و این اثرگذاری هم اینجوریه که ما هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. اگه البته همینجوری بهش نگاه کنیم، فرض کن که یکی بهت میگه که تهران آلوده است یا بیرون داره بارون میاد. خب این داره ما توی زندگی ما تاثیر میذاره دیگه، ولی سوالم اینه که ما چیکار میتونیم براش بکنیم؟ به نظرم تو حالت عادی اگه نگاش بکنیم میگیم هیچی دیگه، باید غر بزنیم احتمالاً. ولی یه کاری میشه کرد. همین دیتا رو میتونیم بیاریم توی فضای اثرگذاریمون. یعنی من میتونم روش اثرگذاری کنم. و اونم اینه که وقتی من میام یه چت برمی‌دارم با خودم میرم بیرون، یا وقتی که برام یه خبری میاد که تهران آلوده است، میرم جلسات کاریمو مثلا یه جوری تنظیم میکنم که کمتر برم بیرون. پس حالا تو برمیگردیم تو اون تمرینه. اون دیتایی که نوشتین رو لطفاً توی 2 تا بخش دسته‌بندی کنید. یکی دسته‌بندی اون بخشی که شما میتونید روش اثر بذارید. این کار انجام بدین. و یه بخشی هم دیتاییه که فقط داره روی زندگی شما اثر میذاره. تو به نظرم الان جواب این سوال میدونی که چرا این کارو میکنی. آره، ولی هر بار که میگی منم فکر میکنم دیگه. مثلا فکر میکنم امروز صبح که اومدم بیرون چه دیتاهایی به من داده شده یا من ناخودآگاه اجازه ورود بهش دادم که اینا باعث شده که ناخودآگاه احساس کنم توی فضای تصمیم گیری ام، یا اینکه باید یه کاری بکنم، یا یه اضطرابی بهم داده که در ادامه روز توان منو کمتر کرده. آره، یه تمرینی که بعدی میخوایم انجام بدیم اینه که ببینید این دیتا کدومش رو صبح شما دریافت میکنید. خیلی وقتا ما پا میشیم گوشی رو برمیداریم و کلی دیتا میاد و دیتاهایی که لزوما توی حوزه اثرگذاری من نیست. این که نمیتونم اون دیتا کاری بکنم و کاری که میکنه اینه که مثل این لیوان هم بهش رنگ میده، هم این آبو پر میکنه برای من و باعث میشه که من توی روز اگه یه اتفاقی برام بیفته دیگه ذهن من گنجایش اینو نداشته باشه. آره، یه تمرینی که عملیش اینطوری میشه که یه سری از داده هاتون رو حذف بکنید. توی شرایط بحران خیلی مهمه که من رو چه داده هایی تمرکز میکنم که این داده ها به درستی به من میگه که تو در نقطه تصمیم گیری هستی، نه به اشتباه. مثلا بالا رفتن نمیدونم قیمت یه چیزی، پایین اومدن قیمت یه چیزی لزوما در زندگی همه ما تاثیر مستقیم نداره. ما هم که خب طبیعتا نمیتونیم روش تاثیر بذاریم، اما دنبال کردنش به من این حسو میده که من توی شرایط بحرانم، من باید الان یه کاری بکنم، در حالی که کاری از دستم بر نمیاد، کاری هم نمیخوام بکنم. یعنی نه پول دارم بخرم، نه چیزی دارم بفروشم، هیچی. ولی دنبال کردن منو میبره تو اون وضعیت که احساس میکنم اینجایی که هستم ناامنه، پس باید یه کاری بکنم، پس احتمال داره یه سری تصمیماتی بگیرم که اصلا جاش نبوده که تصمیم بگیرم. توی فضای تاثیرگذاری هم راستشو بخوای من این المانه رو میدونم، من دوست دارم من اینو بندازم. ببینید این جوهر که داره هیچ داده جور و واجور بهش وارد شده، توش هم یه سری چیز بوده، یه چیزی هم من اینجا اضافه میکنم. چه اتفاقی میفته؟ مثلا سرریز میشم. یعنی مثلا جایی برای بحران ندارم، جایی برای یه اتفاق دیگه ندارم. یعنی جایی نبوده که من خودم رو تخلیه بکنم، یعنی اون ظرفیتم رو خالی بکنم، تمیز بکنم.
نه تنها اون بلکه 2 قطره هم اضافه کردم، یه سری دیتاهایی هم که داره هی این حس رو در من بیشتر میکنه بهش اضافه کردم. بعد چه اتفاقی میفته؟ کلی هم کار ریز نکرده‌ای دارم که در شرایط بحران اونا ممکنه خودشون ظرفیت منو بگیره. من این مثال میزنم، مثلا فرض بفرمایید یه فیش برقی بوده، من هر روز که صبح نگاهش میکردم گفتم فردا میدم، فردا میدم، فردا میدم، فردا میدمه میخوره به یه جایی که اینترنت قطع میشه. اینترنت قطع میشه، منم خارج از شهرم، یه سری چیزام توی یخچال دارم، داروی خیلی مهمه. حالا از همین لحظه شروع میکنم اگه برق قطع بشه چی؟ اگه برق قطع بشه، من هی هر روز به اون داروهایی که میلیونی خریدم، نمیدونم به سختی که خریدم گذاشتم توی یخچال فکر میکنم. پس یکی از شعارهای ما توی کارگاه این بود یک قطره کمتر، یک قطره کمتر. یعنی اگر امروز کاری هست که من میتونم انجام بدم که اینو به فردا نندازم، شاید خیلی شنیدیم اینو، یا مسئله‌ای هست که میتونم تکلیفمو باش روشن بکنم، همین امروز این کارو بکنم، همین فردا این کارو بکنم، اگه یه کار 5 دقیقه سریعتر این کارو بکنم. چرا؟ برای اینکه اگر همین فردا یه اتفاقی بیفته که من تو بحران بیفتم، همون یه قطره ظرفیت منو کم میکنه، همون به من استرس میده. بنابراین تا جایی که میشه بسته های باز کوچیک رو ببندم، جاشون رو تعیین کنم، یه گوشه‌ای بذارم که این لیوان من حداقل جای یه دونه سنگ دیگر رو داشته باشه که حالا اصلا دیگه ما بحث اینو بکنیم که حالا توش تصمیم گیری بکنیم توش، این اصلا ظرفیت رو نگه دارم برای همچین مسئله. پس میتونیم بگیم که ما تا الان داشتیم انگار تامینایی که میدادیم ظرف رو می‌خواستیم یه ذره بزرگ کنیم، ولی انگار الان این تامینمون اینجوریه که آقا یه ذره این آبی که اینجا هست و حالا کلی هم جوهر اومده توش و کاری که ما کردیم و دیتایی که گرفتیم، حالا بریم آب رو کم کنیم. کاملا. یکی از تامینایی که بازم من ملتمسانه خواهش میکنم انجام بدین، اگر واقعا مورد ضروری ندارید، آدمی تو بیمارستان ندارید، آدمی نیستید که تو کیشیک باشین، شبا گوشیتون رو توی وضعیتی بذارید که بهش اطلاعاتی وارد نشه. صبحم توی بازه زمانی به خودتون اجازه بدید اصلا وارد فضای زندگی بشید، اصلا ظرفیتاتون رو یه بار نگاه بکنید توی روز، بعد یه سری اطلاعات وارد بشه که شما نمیدونین باش چی کار باید بکنین. دوم این که شبا من واقعا بعضی از این امکانات تکنولوژی به نظر من داره یه خیانتی به ما میکنه. یکیش این اکسپلور تو اینستاگرام. شما شب قرار استراحت کنید، این ظرفه یه ذرهش خالی بشه، شما چیکار میکنید؟ این اکسپلور رو باز میکنید و اون تصمیم میگیره چه چیزی رو وارد حوزه شما بکنه، چند قطره، چقدر، از چه رنگی بریزه و چقدر شما رو آشفته بکنه. اینا تمرینای واقعیه، اینا تمرینای روزمره است. پس من 2 تا تمرین نوشتم. یکی این که داده هایی که داریم دریافت می‌کنیم و یه بار بر اساس اینکه کدومش اثرگذاریم روش و کدومش اثرپذیریم دسته‌بندی کنیم و احتمالاً اون دیتاهایی که اثرگذاریمون روش بیشتره رو باید بیشتر دنبال کنیم. و یه تمرینم این که یه ذره لیوان خودمون رو آبش حداقل کمتر کنیم، خالی کنیم. و یه چیزی که می‌خواستم اینجا به حرفت اضافه بکنم، توی کارگاه یاد باشه خیلی هم پرسه، یعنی اخبار نخونیم، یعنی دنبال نکنیم. چرا؟ بخونین، ولی اگر دارین از 5 تا سورس مختلف اخبار رو دنبال میکنید که احتمالاً 2 تاش اصلا با هم تضاد داره، ببینید اون تضاد تو وجود شما میاد، این جنگ میاد درون شما و اگر همون لحظه بهتون بگن مثلا مادرتون هم به شما احتیاج داره، شما منفجر میشید. این یه حقیقت در ما، این ظرف تا یه جایی میتونه تحمل بکنه، ما نمیتونیم با این عناد پیدا بکنیم. بنابراین اخبار اگر علاقه‌مند هستین حتما دنبال بکنید، ولی به قول پورشاس اخبارهایی که یا حوزه علاقتون هست یا حوزه تاثیرپذیریتون یا تاثیرگذاریتونه و بعد منابعتون هم تا جایی که میتونین محدود نگه دارید. یه مثالم بزنم، بعضی وقتا ما اصلا یه چیزی رو دنبال میکنیم که اصلا حتی اثرم رو زندگی ما نمیذاره. یه خاطره باحال این که توی یکی از کارگاه‌ها من داشتم میگفتم که چیه که رو زندگیتون اثر نمیذاره، یکی از بچه‌ها گفت که یه بجی که روی سینه شما، مثلا یه بجی زده بودم. یعنی از اول کارگاه این ذهن درگیر این بوده که این بجه چیه. خب این باعث میشه که مثلا اون کارگاه احتمالاً یک بخشش رو از دست بده. بله، مثل همه اطلاعاتی که ما از دنیای بیرون میگیریم، فلانی فلانجا ازدواج کرد، فلانی اینو رفت، اونو اومد، اینطوری شد. حالا شما فرض بفرمایید بنده تو صفحه اینستاگرام هم یه عده دوستم خارج از کشور بودن که تو اون ایام به حق داشتن زندگیشونو میکردن، این اطلاعات داشت به من وارد میشد، اونا رفتن مهمونی، اونا رفتن کنسرت، اونا اینطوری شدن، من چقدر بدبختم. میدونی من چقدر بدبختم. یعنی این تصمیم آگاهانه به این که
نوش جونشون که رفتن. من یه مدت دنبال نمیکنم، من یه مدت محدود میکنم دیتای وارد شده، چون ظرفیتش هست. منم که الان تو بحرانم، منم که الان باید جامو عوض بکنم، منم که بعد از خانوادم نگهداری بکنم، برای من مسئولیت این محدود کردن داده رو برمیدارم. تو یه جا راجع به جنگ و خبری که از مادر حالا میشنویم و اینا گفتی، راجع به این نمیخوایم صحبت کنیم مثلا؟ چرا؟ راجع به قبیله حرف میزنیم. راجع به قبیله حرف میزنیم.